سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه هر جای دنیا که هستیم و تو هر ساعتی از شبانه روز. من سنام و این ویدیو قراره که خیلی موضوع چالش برانگیزی داشته باشه. کدوم کشور، کدوم مقطع، کدوم رشته، کدوم شهر، کدوم دانشگاه درس بخونم. خب این ویدیو رو چرا میگیرم؟ چون توی 2-3 هفته اخیر یه حجم زیادی دوست جدید بهمون اضافه شده توی اینستاگرام و به تبع خیلی دایرکت ها دریافت میکنم. بچه ها سوالای مهاجرتی دارن ولی یه سری از پیام ها بوی مشترکی داره. واسه همین من گفتم یه ویدیو بگیرم، یه اتمام حجتی با هم بکنیم، خیال بعضیاتون شاید تا حدی راحت بشه. من یه سری از دایرکت ها اینجا نوشتم: آیا مدرک دانشگاه آزاد معتبره اونجا؟ من کجا برم که فاند خوب بدن؟ کدوم کشور برم زندگی کنم، اپلای کنم؟ رشتم چی باشه؟ کدوم دانشگاه برم براش؟ من برای اپلای کمک میخوام. همینقدر کلی. میگن ارشد معماری فاند نداره، درسته؟ میگن دندون پزشکی نمیشه مهاجرت کرد، درسته؟ میگن که دانشگاه خیلی مهمه. میگن معدل پایین باشه نمیتونی اصلا هیچ جا پذیرش بگیری. من چه رشته بخونم که بتونم بیام آمریکا؟ اونجا چی رو بورسه؟ دنبال چی ان تو آمریکا؟ اگه معدلم پایینه نیام آمریکا؟ یا کجا برای کدوم کشور برای مهاجرت خوبه؟ کجا خرج زندگی کمتره؟ ببینید بچه‌ها، خیالتون رو راحت کنم. هیچ جواب آماده‌ای برای این سوالای شما وجود نداره. هیچ کس نمیتونه آماده بهتون بگه که برو سوئیس عالیه، پول خوب میدن، رشته ها عالی، اینقدر پول بهت میخوام بدن، 2000 و فلان قدر، مثلا 4000 و فلان قدر بهت میخوام بدن، هیچ سختی نمیکشی، زندگی عالیه، این رشته رو حتما بخون. ببین تو میخوای بیای آمریکا، برو مهندسی کامپیوتر بخون، رو شاخش آمریکا. بچه‌ها این سوالا رو من درک میکنم. توی ابتدای راه مهاجرت این سوالا خیلی نرماله، ولی میخوام یه کمی از این حالت سردرگمی دمتون بیارم. هیچ کس جز خودتون نمیتونه این سوالها رو جواب بده و بهترین جواب این سوالا پیش خودتونه. شنیده ها رو بذارید کنار. این اولین نصیحت من به شماست. این مقطع فاند نمیدن، این رشته، این مقطع اینجا برین، نه. شمایی که میخواین مهاجرت کنین به خصوص به آمریکا، کانادا یا حتی اروپا، باید شما خیلی تو سرچ کردن قوی بشید، توی تحقیق کردن خیلی باید قوی بشین، توی پیدا کردن جواب سوالاتون خیلی باید زبر و زرنگ باشین. قدرت سرچ کردن و یوتیوب رو اصلاً فراموش نکنیم. برای منی که خودم همه این قدم ها رو طی کردم، یوتیوب خیلی کمک کننده بود. میخوام متن ایمیل به استاد بزنم، چی بنویسم؟ همینو سرچ میکنم تو یوتیوب، متن ایمیل به اساتید برای اپلای به آمریکا، برای اپلای به اروپا، برای اپلای به استرالیا، به کانادا. این تا براتون ویدیو میاره که توش تمام اطلاعات رو بهتون میدن، یکیشو میگیری خودت هم بهش اضافه میکنی و تمام. من برای اینکه بفهمم رشتم کمیته محور یا استاد محور، میتونم بگم تقریبا به 100 تا استاد ایمیل زدم و وقتی دیدم یه جاهای اینا دارن همشون یه حرفی میزنن، میگن من نمیتونم بگم، یعنی رزومت خیلی خوبه ولی با من نیست، دانشگاه تصمیم میگیره، به این نتیجه رسیدم که اوکی، پس من سر و کارم تو این رشته با استاد نیست، با دانشگاه، بعد دانشگاه رو من قانع کنم. من اینو فهمیدم، خودم رفتم دنبال جواب سوالام. یا اینکه وای من کجا برم، این خیلی شخصیه. بچه‌ها ببینین، من اصلا از این دست تحقیقات نکردم کجا پول خوب میدن، کجا چیکار میکنن. نه، من یه سری معیارهای شخصی داشتم برای شهری که میخوام توش زندگی کنم، برای رنگ دانشگاه، برای موقعیتی که اون کشور داره، اون شهر داره، اون ایالت داره و کاملا دلی در این رابطه تصمیم گرفتم. و وقتی شما داری برای مهاجرت با فاند اپلای میکنی، یعنی قصدت اینه که پول خرج نکنی، فول فاند چی، یا حالا یه فاند خوبی بگیری، مطمئن باشین فاندی که بهتون میدن هزینه‌های زندگیتون رو کاور میکنه و تویی که این مسیر رو طی میکنی که مهاجرت کنی، پات برسه به کشور مقصد، قطعاً میتونی گلیمتو اونجا از آب بکشی بیرون. پس وقتی هنوز ابتدای مسیری، نگران هزینه‌هات کشور نباش، نگران فاندی که میگیری نباش. تو کارتو الان درست انجام بده، مطمئن باش بهترین نتیجه رو توی رشته خودت، توی مسیر خودت با بهترین فاند میگیری.
اولین قدم 1000 بار گفتم آزمون زبانه. اگر الان کارشناسی میخوای برای ارشد بری، زبان تو قوی کن، معدل تو بالا نگه دار. اگر ارشدی میخوای برای دکترا بری، دوباره زبان تو قوی کن. سعی کن یه پایان‌نامه خوب بنویسی که بتونی خودتو با اون روش مانور بدی، خودتو خوب ارائه کنی. سعی کن اگه میخوای برای پیش بری نمره زبانت یه کوچولو بالاتر باشه که رزومه قوی تر داشته باشه. اگه تونستی مقاله کنفرانسی بده، ژورنالی بده، اگه تونستی. ببین کلا هیچ قاعده‌ای وجود نداره. شما باید سعی کنین بهترین خودتون باشین، بقیه‌اش درست میشه بچه‌ها. در نتیجه شنیده ها رو بذارین کنار، کی چی میگه، کی کجا رفته، این رشته فاند میدن، اینا رو بذارین کنار. تصمیمتون رو بگیرین، کشورتون انتخاب کنین، بعد شروع کنین. حالا من کشورم انتخاب کردم، باید آزمون زبان بدم، قول آزمون زبان رو رد کنین. بعدش میرسه به آماده کردن مدارک. ددلاینا کیه؟ اینا رو من تو پیج اینستاگرام گذاشتم که مثلا قالب ددلاینا کیان. خب حالا میدونم این تایم دانشگاه ها باید مثلا براش اقدام کنم، تا این زمان باید من یه سری مدارک آماده کنم. اونا چیه؟ SOP، رزومه، چه میدونم، نمرات غیر رسمی تونه، دانشنامه هاتونه، خورد جمع میکنی و خیلی تر و تمیز اون مراحل رو طی میکنی. ولی خودتون رو ختم کلام، خودتون از این سردرگمی هر چه زودتر در بیارین، یه تصمیم بگیرین و برای شروع اون مسیر ارزش قائل بشین به اون تصمیمتون. شنیدار بذارین کنار، ولی تو این مسیر سعی کنین از تجربیات دیگران استفاده کنین. برین همرشته‌هاتون رو پیدا کنین تو این گروه‌های مهاجرتی که بهترینش به نظرم پرگار، خیلی بچه‌ها متنوعن توش. عضو بشین تو تلگرام و سعی کنین سوالاتون از آدمایی که همرشته خودتونن کمک بگیرین. سوال نپرسین، جواب آماده نخواین که یکی بده بگه بفرمایین. کمک بگیرین، راهنمایی بگیرین، ولی خودتون با سرچ کردن دنبال جواب سوالاتون باشین. امیدوارم که این ویدیو کمک کننده بوده باشه براتون، یه کمی از اون سردرگمی و استرستون کم بشه و اینکه من مطمئنم اگر تصمیم مهاجرت گرفتی تو میتونی. موفق باشین.